به نام خدا. قبل از اینکه این صدا را بشنوی، یک لحظه به آخرین باری فکر کن که از کسی که دوستش داشتی ناامید شدی، شاید عصبانی شدی، شاید قهر کردی یا شاید سرد و بی تفاوت شدی. اما سوال اصلی این نیست که چه اتفاقی افتاد. سوال این است تو چطور واکنش نشان دادی؟ چون واکنش ما بیش از سن شناسنامه‌مان سن واقعی عاطفی ما را نشان می‌دهد. در این ویدیو درباره بلوغ عاطفی حرف می‌زنیم. اینکه چرا ممکن است بزرگسال باشیم اما هنوز مثل یک کودک زخمی واکنش نشان بدهیم و مهمتر از آن چطور می‌شود این مسیر را تغییر داد. یکی از واقعیت‌های عجیب زندگی این است که رشد جسمی و رشد عاطفی ما الزاماً با هم جلو نمی‌روند. ممکن است از نظر سن و ظاهر یک آدم 50 و چند ساله باشیم، اما وقتی ناراحت می‌شویم، وقتی دلخور می‌شویم یا وقتی رابطه‌مان به مشکل می‌خورد، رفتارمان شبیه یک بچه 4-5 ساله باشد. از آن طرف ممکن است کسی خیلی جوان باشد، اما از نظر احساسی به طرز عجیبی پخته و بالغ رفتار کند. برای اینکه بفهمیم خودمان یا دیگران از نظر عاطفی چقدر بالغ هستیم، یک سوال خیلی مهم وجود دارد. سوالی که جوابش سن واقعی احساس ما را نشان می‌دهد. سه نوع واکنش هست که نشان می‌دهد هنوز از نظر عاطفی بالغ نشده ایم. اول، قهر کردن. یعنی حسابی ناراحت می‌شویم اما حاضر نیستیم بگوییم دقیقاً چه چیزی اذیتمان کرده. درونمان پر از دلخوری است اما گفتنش را بلد نیستیم. انگار اعتراف به این درد برای عزت نفسمان خیلی سخت است. به جایش منتظریم طرف مقابل خودش بفهمد چه اشتباهی کرده و دلمان را صاف کند بدون اینکه ما چیزی بگوییم. این دقیقاً شبیه بچه‌ای است که هنوز حرف زدن بلد نیست ولی انتظار دارد پدر یا مادرش حدس بزنند چه چیزی ناراحتش کرده. دوم، عصبانی شدن شدید. بعضی وقتها واکنش ما خشم زیاد و اغراق شده است. داد میزنیم، حمله میکنیم یا حرفهایی میزنیم که بعداً خودمان هم از آنها تعجب میکنیم. شاید این رفتار از بیرون قوی به نظر برسد، اما واقعیت این است که آدمی که درونش آرام است نیازی به چنین خشمی ندارد. زیرا در این عصبانیت ترس، تنهایی و درماندگی خوابیده. اما چون بلد نیستیم درست واکنش بدهیم، خشم را به عنوان تنها راه دفاعی انتخاب می کنیم. سوم، سرد شدن و بی‌تفاوتی. بعضی وقتا نه قهر می کنیم نه دعوا، فقط سرد می شویم. دیگر پیام نمی دهیم، دیگر اهمیت نمی دهیم یا حداقل اینطور وانمود می کنیم. اعتراف به این که رفتار طرف مقابل برایمان مهم بوده و ما را زخمی کرده شجاعت می خواهد. برای همین ساده تر است که دیواری بکشیم و بگوییم اصلا برام مهم نیست. بعضی وقتا حتی تظاهر هم نیست. واقعا خودمان را بی‌حس می کنیم. چون تماس با دردهای درونی خیلی سخت و ترسناک است. حالا برعکس اینها بلوغ عاطفی چه شکلی است؟ اول بتوانیم توضیح بدهیم. آدم بالغ می تواند به جای قهر یا دعوا به صادقی بگوید این رفتار تو مرا ناراحت کرد. اینطور حس کردم. این یعنی باور داریم احساساتمان مهم است و می توانیم آن را محترمانه بیان کنیم بدون اینکه خودمان یا طرف مقابل را نابود کنیم. دوم، بتوانیم آرام بمانیم. آدم بالغ می داند لازم نیست همان لحظه بجنگد. می داند اگر لازم شد بعداً هم می تواند از خودش دفاع کند. برای همین عجله نمی کند، فاجعه سازی نمی کند و سریع به خشونت احساسی پناه نمی برد. سوم، بتوانیم آسیب پذیر باشیم. آدم بالغ می پذیرد که رابطه صمیمی همیشه ریسک آسیب دیدن دارد، اما آنقدر خودش را قبول دارد که بتواند بگوید من ناراحتم، به کمک نیاز دارم، این موضوع برایم مهم است. او باور دارد که اشک ریختن ضعف نیست،
و حق دارد از کسی انتظار درک و همراهی داشته باشد. این سه توانایی پایه‌های اصلی بلوغ عاطفی هستند: حرف زدن، اعتماد کردن و آسیب پذیر بودن. بعضی از ما این مهارت‌ها را در کودکی یاد گرفته ایم، در خانواده‌ای امن که احساسات دیده و شنیده می شده. اما خیلی هامان این شانس را نداشته ایم و این اصلا جای خجالت ندارد. بلوغ عاطفی هم مثل یاد گرفتن یک زبان جدید است. اگر از بچگی یادش نگرفته باشی، باید در بزرگسالی کم کم با تمرین و صبر دنبالش بروی. شاید هزاران ساعت تمرین بخواهد، اما شدنی است و نتیجهش این است: روابط سالمتر، دعواهای کمتر و احساس امنیت عاطفی بیشتر. اگر تا اینجای ویدیو با من آمدی، احتمالاً یک جای این حرفا به دل خودت خورد. شاید بعضی از این واکنش‌ها سالهاست همراهت بوده و شاید حتی فکر می‌کردی همینم که هست. اما حقیقت این است: هیچ وقت برای رشد عاطفی دیر نیست. بلوغ عاطفی یعنی بتوانی حرف بزنی، بتوانی آرام بمانی و جرأت کنی آسیب پذیر باشی. این مسیر شاید ساده نباشد، اما نتیجهش آرامش بیشتر، روابط سالمتر و احساس امنیت واقعی است. اگر این صدا برایت مفید بود، آن را با کسی که دوستش داری به اشتراک بگذار و اگر دوست داری درباره این موضوعها بیشتر صحبت کنیم، من اینجا هستم.